و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در روایت می فرمایند که لا یزنی زانی حین یزنی و هو مؤمن. زنا نمیکنه زنا کننده در حالتی که زنا کنه و مؤمن باشه. یعنی که انسانی زنا کننده وقتی زنا کردن ایمان از بدنش بیرون میشود. خیلی خطر بزرگ است برادری عزیز. مبادا اگر در حالت زنا کردن هر شخصیتی که مرد او از دنیا به ایمان رفتگی است. برای اون جنازه فایده داره، نه دعا فایده داره، نه دیگر. زنا بچنان گناهی یعنی قبیح و بدی هست که پیغمبر بزرگوار گفتن در حالتی یعنی انجام دادنش ایمان از بدن انسان بیرون میشه. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که اذا ظن العبد خرج منه الایمان فکان فوق رأسه کذله. گفتن هر انسان وقتی که زنا کنه در حالت زنا کردن ایمان از بدنش بیرون میشه، مثل سایه بر این در تار سرش میسته. ببینه که وقتی زنا را انجام دادن بچنان خطرناک است که ایمان از بدن انسان بیرون میشه. فاذا خرج من ذلك العمل عاد الیه الایمان. وقتی که از این عمل زناش بیرون شد یعنی توبه کرد، پشیمان شد، بعد از اون ایمان در بدنش باز میگرده. عزیزای خدا، دوستای خدا یک جمله دارند درباره زنا کردن. میگن اگر انسانهای زناکار تمامی بحرهای دنیا را آب شده بدنشو بریزی اونها از جنابت پاکیزه نمیشوند. فقط اونها را توبه کردن پاکیزه میکنن. اگر تمامی بحرها آبهای دنیا را در سر یک انسان زناگر بریزی دوستای خدا میگن که او انسان از جنابت پاکیزه نمیشه. ببینه برادر عزیز خیلی یعنی کاری بدی هست. ایمان خطری چی هست؟ به ایمان از دنیا رفت. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر میفرمایند که من زن از اون نیبیه. تن هر شخصیتی که زنا کرد حتما در اهل او انسان زنا کرده می شود. برادری عزیز بزرگوار، شخصیتی که امروز به یک دختر نامحرم رفت و آمد داری، چی به تلفن باشه چی به دیگر باشه، ایره عنیق بودن که حتما در اهل بیت تو هم این چنین میکنن، فرزند میکنن، خواهر میکنن، دختر این چنین میکنن. این حقیقی و واقعی است. یک روز یک دوست یک حکایت بیان کرد از مردم خودمان و یک شخصیتی دارنده بای بچه بوده است، کاری دایمیش زنا کردن، هر روز یک عورت نو قبول میکرده است در این عمل حرامش. روز فریاد کرده است اون یار دوستایی که در کنارش هستن، روز فریاد کرده که همین دخترهای فاحشه دل مزدن، اینها یعنی که فریاد شنا کرده میدوند در بالات، میبرایند در بالات، چون میپرتایند. تست به من یگان دختری قشلاقی بیاره، یگان دختری یعنی از دیهاتی بیاره، اونها به ایمان هستن، با کمی شرم حیا دارن و اونها من کمی هزل شوخی و بازی کنم. این شخصیت یعنی که خواهشش چی بوده؟ دختری قشلاقی بیاره. میگه رفیقاش رفتن جستجو کردن آوردن یک دختری از قشلاق آوردن براش. وقتی میگه دارون محرم سراش دو جایی که دائمی زنا میکرد رفت داخل شد، دید یک دختری بسط الحجاب وجودش میلرزه، اما اگر چی وجودش هم بلرزه او دختر تسلیم شده است برای زنا کردن. وقتی میگه با نزدش رفت در آغوشش گرفت، این جانب تابش کرد و میگه رومالش از سرش گرفت، دید که خواهری خودش است. ببین برادری عزیز، فکر نکن که تو کردی آینه تو صاف میمانه. در اهل ترم این چیز تکرار میشود.